یک شرکت فناور موفق به بومی‌سازی فناوری تولید کانال‌های تهویه بدون نشت هوا شد. این نوع کانال‌ها با امکان استفاده در محیط‌های بهداشتی موجب افزایش 30% بازدهی سامانه‌های تهویه می‌شود. کانال‌های تهویه تولید شده به روش سنتی به دلیل نشت هوا موجب کاهش حدود 30% بازدهی سامانه‌های تهویه و هدر رفت انرژی برق شده و امکان انتقال آلودگی بین محیط‌های بهداشتی و بیمارستانی را هم ایجاد می‌کند. مشکلی که با محصول یک شرکت فناور رفع شد. محصول ما یک کانال بدون نشت که به صورت ماشینی و مکانیزه تولید میشه. ما این کانال ها رو با فناوری روز دنیا و ماشینالات برش CNC و لیزر تونستیم تولید کنیم که نشت و رسوب گیری داخل اونا رو به صفر رسوندیم. فرمدهی و اتصالات خاص توی این سیستم ها باعث شده که توی جاهایی که مثل بیمارستان هستش و کلین روم ها بتونیم ازش استفاده کنیم. کانال های تهویه بدون نشت تا پیش از این از کشورهای خارجی وارد میشد، اما با بومی‌سازی فناوری ساخت این نوع کانال ها کشورمان از واردات آن بی‌نیاز شده است. این محصول قبلا از کشور ترکیه، چین و ایتالیا به صورت ساخته شده وارد ایران میشه. 5 سال تحقیق توسعه داشتیم و تو این 5 سال تونستیم استانداردهای بین المللی رو بگیریم. بومی‌سازی فناوری تولید این نوع کانال‌های تهویه مزیت‌های متعددی را برای مشتریان ایجاد کرده است. کاهش 30% در افت هوا در سامانه‌های تهویه رو داریم. جلوگیری از انتقال ویروس و آلودگی از محیط‌های مختلف در جاهای بیمارستان و بهداشتی. امکان محاسبه و طراحی دقیق باعث شده که هزینه اجرای پایین، همچنین افزایش بازدهی سامانه‌های تهویه رو داشته باشیم. فرمدهی به خصوص کانال باعث افزایش استقامت اون و عدم رسوبگیری در سامانه‌های تهویه شده. تولید این محصول در داخل کشور کاهش قیمت 25 تا 60% را در پی داشته است. این محصول 60% کاهش قیمت نسبت به نمونه‌های خارجی داشته و حدود 25% کاهش قیمت نسبت به نمونه‌های سنتی داشته. به گفته مسئولان این شرکت، این محصول فناورانه به کشورهای عمان، عراق، سوریه و ترکیه صادر می‌شود. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما. و ما گروهی از محققان در دانشگاه UCL لندن برای درمان نوع